بسم الله الرحمن الرحیم. بله، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: علی جان، وقتی که مردم به خدا نزدیک میشند، اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر، روزه، نماز، مکه، عمره مفرده، مشهد، تو برو دنبال چیز فهمی. صحیفه سجادیه رو بخونیم، قربان امام زین العابدین، امروز تولد ایشونه، میلاد نور، میلاد نور. لا اله. بعد میفرماید علی جان، اگر تو به جای همه به انواع البر رو دقت کنید آقاها، اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر، 100,000 تا بیمارستان، 100,000 تا مدرسه بساز. فتقرب الی ربک به انواع العقل و السر تسبقهم، از همه میزنی جلو. بعد از این که شب احیا چی 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 چی، نماز 1000 قل هو الله، حامیم دخان، سوره روم و عنکبوت، و میگه و افضله مذاکرة العلم. لا اله. چه شد که این حرف ها که دو تا 4 تاست نمیفهمیم؟ روایت میخونی، آیه میخونی، قرآن ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، همش صحبت چیز فهمیدنه. قرائت بخون، با قرائت ستاتو قشنگ کن. وای، حفظ کرده این بچه، قرآن حفظ کرده، سوره بقره رو حفظه، 5 ساله، جایزه بهش بدین. لا اله. اما بعد از 70 سال که جلسه قرآن بوده، خودش پشت رحل میشسته، 1 ساعته وهابیش میکنه. چی نداره؟ ما بنیانی فکر نکردیم.